جان ناله کن کو. خب امروز اومدیم با یه بازی خفن و استثنایی، بازی لاست لایت موبایل که کلی طرفدار داره و ترند شده. منم اومدم گفتم دوست دارین براتون یه گیم پلی بذارم که چند تا از دوستان خوششون اومد، منم گفتم یه گیم پلی براشون بگیرم. خب بریم مچو شروع کنیم. اول از همه باید تجهیزات ببریم. اول این کلیده رو برمیدارم که اگه مثلا احیانا دری صندوقچه چیزی بود بتونیم بازش کنیم. دوم باید تفنگ ببریم، یه دونه اسلحه عادی میبریم و مهمتر از اون گلوله برمیداریم. گلوله هامون باید اندازه باشه که لازم. یه دونه کلاهخود برمیدارم. باید الان یه دونه کیف خالی هم با خودم ببرم. خب بقیه کیفا پر بود، اینو برمیداریم و میریم که مچو شروع کنیم. اینجا اولین اخطاری که میگیریم اینه که باید به اندازه گلوله ببریم، یعنی از 125 تا گلوله کمتر نبریم. اینجا مپ‌های مختلف داره که من مپ دوم انتخاب میکنم. قبل از شروع باید خون و استامیناتون رو پر کنید که تو بازی کم نیارید و یه چند ثانیه طول میکشه مچ شروع بشه. مأموریت‌ها رو ببینیم. شروع شد. خب اینجا یه هم تیمی براتون انتخاب میکنه. ردی رو که بزنید وارد بازی میشه که باید داخل مپ یه قسمتی رو انتخاب کنید که اونجا فرود بیایید. من قسمت 8 رو انتخاب میکنم چون آسون تره در کل. خب ما فرود اومدیم. الان یه گوشه از مپ شما رو ول میکنه. بریم که ببینیم یه چیز خوبی به دست بیاریم دیگه. بعد از کلی گشتن و پیاده روی یه دونه انمی پیدا کردیم. و با لگی که اسکرین ریکوردر به ما میده نتونستم بزنم، ولی الان دیگه باید بزنم. اوکی زدیمش. بریم ببینیم چی داره برداریم. برای همینه دارم میگم اسلحه بردارید. البته اکثر باتایی که شما میکشید چیزای خوبی همراهشون نیست، یه چیزای ساده است، ولی از شانس ما یه آیتم لژندری گرفتیم. اینجا هم که من بعضی وقتا میام یه پروپلیر اینجاست. اوناش خدا کنه نیاد سر راهمون. ما از اون ور بریم. سگم داره. ما از اون ور بریم که سر راهمون نیاد، سریع بتونیم بریم داخل مپ. خب دوستمون رو زد فکر کنم. آره کنار دیوار. الان من تیرم هم قویه، باید بزنیمش. جان همونطوری که فکر میکردم با 3 تیر مردیم. خیلی جالبه، اصلا فشار خوردنی نیست. مهم نیست، یه بار دیگه میتونیم زنده شیم. رندوم یه جایی ما رو فرود میاره مپ. اینجا خوبه. خوب که نه، ولی حالا نزدیک به دراب. من کلی دنبال دراب گشتم که اینجا فرود میاد. اوکی خوبه. شانسمون با همون یاره. خوبه. خب الان دراپایی که میاد پایین یا تفنگ لژندری یا تفنگ متیک. بعضی وقتا هم زره و اینا هم میذاره، ولی بیشتر موقع خوراکیه. اینا هم خوراکیه باز، برای اینکه سیرمون کنه. یه خوراکی بخوریم قشنگ جون بگیره بتونه بدوه. جانم تفنگ نازیه خدایی، دوربینش هم خیلی خوبه. خب بریم که فرار کنیم. کلی دویدم، کات زدم که خسته نشید. کلی دویدم. الان باید بریم سمت در خروج چون بسمونه دیگه. کلا چیزای خوبی با همونه. اینم بگیریم. جعبه هم بعضی وقتا نارنجکه توش که هیچی نیست. اون بات هم کلا اون وره وگرنه با اسنایپ میزدمش. بعضی جاها رو کات میزنم که خسته نشید. این تیر اپیک، تیر لژند، تیر متیک دیدید بردارید. اصلا بهش نگاه نکنید چند تا قیمتش چنده، بردارید. هم استفاده میشه هم پول خوبی بابتش میتونید به دست بیارید. خب من کات زدم. رسیدیم اینجا که یه بات گوگلی داره ما رو میزنه. با این که ما یه دونه زره اپیک تنمونه با یه تیر. جانم با یه تیر میزنه یارو، شل و پل میکنه این تفنگه. انتظار چیزی ندارم ولی تفنگ خوبیه دم دستی.
خب اینجا باطل شده وگرنه از اینجا میتونستیم فرار کنیم و بریم یه جای دیگه. اکثرا میام اینجا، این یه دونه نارنجکه فکر کنم. بله اینجا هم یه دونه بات هست رو سقفه که خوشبختانه خبری ازش نیست الان. بریم سمت راه خروج. اینجا هم یه دونه ساختمونه، رو سقفش یه دونه باته، جلوی ساختمون هم یه دونه بات وای میسه. ببینیم هستن. اوناش. یه تیر بزنیم تمام. روبروی همین ساختمونه یه دونه بات دیگه هم هست که فکر کنم رو اون ساختمون است که اوناش. اون نمیتونه ما رو ببینه ولی ما که بات نیستیم، ما پروپلیریم مثلا. حالا بریم ببینیم تو این اتاق چی پیدا میکنیم. فکر کنم توی این اتاق یه دونه جعبه بود که توش نارنجک 40 تومانی بود. آره نه اصلا یه چیز آشغاله. باته اینجاست. خب اینجاست. خب ببینیم هیچی توش نیست، ولی فکر نکنم باتش خیلی پرو باشه، از این بات ساده هاست. ببینیم میتونیم یه کاریش بکنیم، بزنیمش. نگاه کنید اونا سرشونا. یه دونه تیر بنازم. خب اینجا درسته بات رو زدیم ولی اینجا رو نشسته باید بریم که احیانا با اسنایپ نزنمون، که چیزای خیلی با ارزشی هم اینجا نیست. ولی باز اینم 14,000. اینو بردار و بریم ببینیم کوله پشتی همراه شده. کوله‌مون پر شده. اوکی خیلی خوبه. یه کوله پشتی خوب همراهش بود. و بریم چیزایی که انداختم رو بردارم. تو میتونید چیزای بی ارزش رو بندازید دور، به جاش چیزای با ارزشی بردارید. الان مثلا ما نارنجک داریم، پس نارنجک نمیخوایم. اینا هم که خیلی با ارزش نیستن، کلا 30,000 قیمتشه. یه دونه این انگشتره که برداریم 9,000 خوبه. اینجا هم که خرت و پرتای چرت و پرتیه. اینجا هم که من بعضی وقتا میام پر از بات اونور. حالا ببینیم کجاست. اینهاش رو پله هاست که اینم با یه دونه تیر کارش تمومه. خب بریم بیرون از مپ دیگه. بسه فکر نکنم کسی اینجا مونده باشه چون خطرناکه. اینجا شما رو سر راه میزنن. اینجا یه دونه بات هست که ایناش. یه تیرم حروم این کنیم. اینه خودش. بریم ببینیم چی همراهش بود. چیزای خوبی نیست ولی خب باز ببینیم چی در میاد. خب تفنگ خودمون 64,000، اون 80,000. خب عوض کنیم به صرفه تره دیگه. چرا با اسنایپر عوض کردی؟ نه اسنایپر رو بردار. اسنایپر رو بردار. با اون یکی عوض کن، با این. آره با این عوض کن. خب دیگه یکم دیگه بریم بیرون از بازی. خب از بازی اومدیم بیرون و الان هر چی که داریم و چیزایی که جمع کردیم مال ما میشه. لول اپ کنیم. ای بابا باز این باگ گرفت، نشون نمیده. هر بار که نه، ولی بعضی وقتا اینجوری میشه باگ میگیره نشون نمیده چقدر پول جمع کردیم. خب بچه ها این گیم پلی تموم شد. حالا مونده که چیزایی که جمع کردم رو بفروشم و اینکه من درباره بازی یه دونه ویدیو درست کردم درباره معرفی و روش دانلود و این چیزاش که این بالا لینکش میاد، میتونید کلیک کنید و برید تماشا کنید ویدیو رو. اگه ویدیو خوشت اومد ویدیو رو لایک کن، چنلمون رو سابسکرایب کن و زنگوله نوتیفیکیشن هم فعال کن که ویدیو جدید گذاشتم اولین نفری باشی که میبینی. من خودم خیلی از بازی خوشم اومد و مدت طولانی پلیش دادم. پیشنهاد میکنم بازی کنید. بازی خوبیه. گیم پلیش هم چون بعضی از دوستان گفته بودن براشون گرفتم. امیدوارم خوششون اومده باشه. نظراتتون رو توی کامنت ها برام بنویسید. خوشحال میشم دونه دونه جوابتون رو بدم و سوالی چیزی هم داشتید میتونید اونجا برام بنویسید. بدرود.
کنید.